نوشته میشه. حضرت ابی عبدالرحمن عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنهما میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انطلق 3 نفر من كان قبلكم حتى اواهم المبيت الى غار فدخلوه. انا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکند که برای صحابه گفتن که پیش از شما در بنی اسرائیل 3 نفر به راه برآمدند. 3 نفر در راه برآمدند. هوا دیگرگون شد، هوا تغییر یافت، چنان بارانی زد که این 3 نفر در داخل یک غار در آمدن، همونجا پناه بردن. وقتی که در داخل غار در آمدن پناه بردن، یک سنگ از هم بالا آمد و در غار را چیکار کرد؟ محکم کرد. وقتی که در غار پوشیده شد، سنگ است، سنگ کلان است، اگه یک ترمه را زور ما نمیرسد. چی کار کرد؟ فقالوا با هم دیگر گفتن که انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. گفتن که از این درون غار نجات نمییابیم مگر این که خدا را دعا بکنیم و عملهای نیکی کردگیمان را به خداوند پیشنهاد بکنیم که خدایا به حق همین عملی کردگیم همین سنگ را یک طرفه کن. قال رجل منهم، یکی از اونها چی گفت؟ اللهم ان كان لي ابوان شيخان كبيران كنت لا اعقب قبلهما اهلا ولا مالا فنان بي طلب الشجرة يوما فلم ارح عليهم حتى نام فجلس لهم خامخا. یکی از اونها گفت که پروردگارا، گفت تو داناتری. گفت من پدر و مادری داشتم، بسیار کم پیر بود، 30 سال بالا رفتگی، پدرم همین چونین. به خاطر اونها میگم من مال جمع نکردم، به خاطر اونها شیده من برای اهل بیت من نکردم. یک روز میگه اونها از من طلبی آب کردن. شب بود که گفت پسرم آبم بیار. برآمدم میگه آب نیافتم، از دورتر میگه رفتم تا آوردم که پدر و مادر من خوابش برده است. تا سحر میگه بالای سر پدر و مادرم همینطور آب در دستم ایستادم. وقتی که صبح که شد والقدح على یدی انتظروا استيقاظهم حتى برق الفجر، تا نماز بامداد میگه همینطور آب در دست من است، کوزه آب در دست است. فاستيقظ فشرب عبوقهما. خستن گفتن آخه بچه‌م شما بیدارم میکردی. گفت که نگاه کردم که شما خواب بودین، نخواستم که شما را بیدار بکنم. آب را پدر و مادر خوردن، در حقش دعای نیک کردن. این جوان چی گفت؟ اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره. گفت پروردگار اگر همون کاری که من کرده بودم در حق پدر و مادرم، همون را اگر من برای تو کردگی بودم، تو ایرا میدانی، اگر همون عملی من در نزد تو مقبول باشد، خدایا در غار برای ما گشاده بکن. همون سنگ میگه اندک ایست شد. دوم نفرش خیس گفت اللهم كانت لي ابنة عمك كانت احب الناس الي. دوم نفر خیس گفت که پروردگارا تو داناتر هستی، من گفت یک دختر عمک داشتم، بهترین مردم در نزد من همون بود، دختر عمکم، بسیار دختری صاحب جمال بود، من او را بسیار میخواستم. یک روز میگه من او را دعوت به کاری بدش کردم، فامتنعت منی، خودش از من منع کرد، گفت از خدا بترس. تا این که میگه 2 سال گذشت، 2 سال در همین گپ گذشت.
هر باری که دختر عمک رو میدیدم میگفتم که بیا همون کاری بعد به من بکن، که زنا بکن. اون خودشو منع میکرد، میگفت که نه. فجاءتني فأعطيتها 20 و 100 دینار على ان تخلي بيت بيني وبينك نفسي فعلت. یک روزی میگه محتاج شد، در خانه من آمد، گفت پسر عمک برای من یک چند دینار بده که من نفس خود را آرام بکنم، مقصد شکم را سیر بکنم، در خانه چیزی خوردنی نیست. میگه من او را گفتم که همون کاری بد را با من بکنی، من برای تو میتیم. یک روز گذشت، 2 روز گذشت، 3 روز گذشت، دختر دیگر طاقت نکرد، معده خالی است، گرسنه هست، آمد راضی شد. به خاطر که نفس شکم، برای خاطر پیغمبر خدا فرمودن که فقیری انسان را به کفر میبرد. فهمیدین؟ فقیری انسان را به کفر میبرد. نمی‌بینیم بسیاری هایی که از غیر اسلام متوجه میشوند و خریستیان میشوند و بودایی میشوند، همه اینها به خاطر یک چیز. با چی کار کرد؟ میگه وقتی که دختر عمک راضی شد، برای اون گفتم که من برای تو 120 دینار میتیم. 120 دینار هم پولی کلام. بالاخره میگه راضی شد. بالاخره راضی شد. میگه بین من و بین اون میگه هیچ کی نیست، حتی لباس هم در تن نداشته. فلما قعدت بین رجلیها، وقتی که میگه در ما بین دو پاهای اون میگه من شیشتم تا که همون کاری بد را بکنم، دختر عمک چی گفت؟ قالت یا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. گفت ای پسر عمک از خدا بترس. فهمیدی؟ این پرده را گفت ندارن مگر به حقش. حق اون چیه؟ نکاح است. این پرده دختری را، این پرده ناموس را گفت از بین نبر مگر به حق اون. حق اون نکاح است. این مرد گفت وقتی که چنین کی گفت، میگه از بالای دختر عمکم خستم، در حالتی که اون میگه در دنیا از همه محبوب ترین برای من بود. قریب مونده بود که من همون کاری بد را، زنا را به دختر عمکم بکنم. اما وقتی که دختر عمک گفت که اتق الله، از خدا بترس، این پرده ناموس را، این پرده عفت را ندارن مگر به حقش، حق اون نکاح هست. وقتی که چنین کی گفت فانصرفت عنها وهي احب الناس الی و تركت الذهب الذي اعطيتها. میگه از بالاش خستم، بدنم لرزید، با یک جمله قطعی اتق الله، از خدا بترس. فهمیدین؟ اوزی اگر یک بچه، یک دختر اگر بچه بگه که ای خدا بترس، همه ترسم دلم پاک هست. میگه روتون سیاه هست و هم دل پاک و دلی تو پاک که میبود چونی نمیکرد. رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که اگر دل انسان درست شود همه اعضاش درست میشود. وقتی که دل خراب شود همه اعضا خراب میشود. دل خراب شد دروغ میگوی، دل خراب شد غیبت میکنی. والله اگر دل که اگر خراب که شد انسان هر کار میکند، اعضا خراب میشود. این مرد چی گفت؟ گفت پروردگارا، گفت به خاطری تو میگه من از بالای اون دختر عمکم سر برداشتم. اگر همین عملی کرده من در نزد تو محبوب باشد، خدایا در غارا گفت کشاده بکن. سنگ میگه اندک این طرف شد. سوم نفر خیز گفت، دست برداشته دعا کرد، گفت اللهم استاجرت اجارا و اعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد. سوم نفر خیز گفت که پروردگارا، گفت من 3 نفر رو به مردکاری قبول کردم، کارشون به مهلت که رسید مزد کار 2 تاش دادم، 1 تاش نداده بودم.
یعنی چی؟ 2 نفرش پولش داد، 3 نفرش گفت که همون پول مرا گفت در نزد خودت امانت بمان بستد. من گفت آلی کار بار دارم. گفت در آخر آمده از شما میگیرم. رفت. این مرد چی کار کرد؟ از پولی همون مردی کار چند تا گاو گرفت و چند تا گوسفند گرفت. اونها زیاد شدن گرفتن. اون مرد نه آمد. بعد 10 سال بعد آمد گفت که مرا میشناسی؟ گفت که نه نمیشناسم. چی گفت؟ فجاءني بعد الحين فقال يا عبد الله عدل الي اجري. گفت ای بنده خدا، گفت مزد کاری مرا بده. گفت مرا میشناسی؟ گفت من در خانه شما کار کرده بودم. گفت بله من شما را شناختم. فقلت كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق. میگه گفتم که همین شترها ایتهن، گوسفندا ایتهن، این گاوا ایتهن. اون مرد چی گفت؟ گفت شوخی میکنی؟ گفت نه جای شوخی نیست. گفت یا عبدالله لا تستحزی بی. گفت مرا مسخره نکن. فقلت، میگه گفتم که لا استحزئ بک، من تو را مسخره نمیکنم، اصلا من با تو شوخی ندارم. فاخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. میگه خونه سخته همه شگرف یا گوسفندم ندادم. فهمیدی؟ همه را گرفته برای من نداد. در حالتی که این مرد نیتش چی بود؟ نیتش الله بود. وقتی که نیت که برای الله کی بود، الله سبحانه و تعالی طبق نیتش برای اون چیکار کرد؟ عطا میکند. بلا آخره میگه همه اون کشاده شد. 3 عملی که اینها در نزد الله سبحانه و تعالی پیشنهاد کردن، همینها طبق نیتشان بود.